فاطمه را از بین چشماش بوسه میکرد، از سرش بوسه میکرد، در این میشناندش، گوشش میکرد، به نهایت دوستش میداشت. گفت یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سلی لما شئت من الدنیا. ای فاطمه، ای دختر محمد صلی الله علیه و سلم، ایامی دنیا چیزی میخواهی طلب کن، اگر از عهدش برو برات محیا میکنم. من برای تو جان من دریغ نمیدارم در دنیا. لا اغنی عنک من الله شیئا. اما فرد روز قیامت سوال و جواب در پیش پروردگار با خودت پای من نمیتونم در اونجا برام چیز بازی کنم. کسی قبول نمیشود. هر کس تک تنها پیش پروردگار دعوت میشه و حساب کتابش میکنه. هشت در سر دیگه بچم. انا می دعوت های حضرت صلی الله علیه و سلم بود که ما نمیگیم که پیغمبر ما بزرگترین پیغمبر و ای جان ما نمیخره. ما رنگ یهودی های ابله نمیگیم که ما مردم برگزیده هستیم. خداوند دوزخ برامون حرام گردونده است. ما رنگ نصرانی ها نمیگیم که حضرت عیسی آمده از جان همه ما را خرید خلاص به همه دیگر. نه، میگیم که پیغمبر ما بزرگترین پیغمبر ما است. لیوای حمد فردا روز قیامت پرچم حمد در دست پیشوا و پیغمبر ما است. تمام پیغمبرای الله از آدم علیه السلام تا عیسی علیه السلام همه در پشت حضرت صف میگیرند. حضرت صاحب شفاعت است. حتی اهل کبایر امت چه طلب شفاعت میکنه. شافع و مشفع است که شفاعتش پذیرفته میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت اولین شخصی هست که جرأت میکنه در جنت میکوبه. خداوند متعال در بروش باز میکنه همراه شده امتاشان. یورا ما 100% میدونیم. اما ما را پیغمبر تاکید کرده است که این مرد که خوبش در سرت بگی به حلوا گفتن دهن شریک نمیشه. و یک مسلمان گفتن امت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن بولی تو مسلمان امت محمد نمیشه تا زمانی که عمل نکنی. عمل که نداشته باشی هیچ فایده نداره. سبحان الله. فقط رای نمازت میپرسند ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاه. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. و تو وقت امتحان نماز نسپریدی، نماز در مقابل ایستاده است، پیش پروردگار شکایت میکنه که این بنده نالایق بدبخت نعمت تر خور در نمکدان تف کرد. نماز را که فرمانی تو است، نماز را که ساعت قبولی تو است، نمی اومد نمی خوند. محمد صلی الله علیه و سلم دیگه از رنگت بیزار میشود. شفاعت هیچ وقت را طلب شفاعت نمیکنه. میگه لست منی، تا از من نیستی، انا بریء منک، من ای رنگت بیزارم. همین تعلیم حضرت صلی الله علیه و سلم چرا با مسلمانان داده است که ما امروز افتخار میکنیم که الحمدلله مسلمانان همیشه با پروردگار رابطه دارن. در یک شبانه روز 5 بار نماز میخوانن. ماه شریف رمضان در چیله تابستان هم که بیاید این ماه روزه میگیرن بخشی و خرسندی. همین سببش همین حضرت بود. تاکیدهای حضرت صلی الله علیه و سلم بود. حضرت مولوی قصه میکند میگه آن جهود و مؤمن و ترسو مگر همراهی داشتند با هم در سفر. چون رسیدن این سه همراه منزل هدیهشون آورد حلوا مقبله. باره میگه یک یهودی و یک نصرانی و یک مسلمان همراه کجای سفر میکنن. وقتی در همون مکانی قصد داشته شو رسیدن در یک کاروانسرا فرمودن. اگه آدمی که سفر کنه خصوصا زمانهای پیش معلومه که در چنگ خاک گم میشود. همین شکل صورتش میفهمی که همین مسافره. در عصر 21 زندگی میکنیم. اگر چند هول دیگه ماشین ای پویز ای سمالیوت 2 روز 3 روز اگر سفر کنی آوازی نکنی بوی بدن میبرویا، عرق بدن دمو بوش میبرویا. و او شب و روزا که مردم در خیر اسب پیاده سفر میکردن بیچاره در خاک دیگه آغشته میشیدن. آخه یک آدم مقیمی دید چون همین دریافتی همین ولی گفت همین بیچاره مسافران شاید گشنه باشن. رفت خونه‌اش در یک کاسه حلوا گرفته، بالاش در نون دیگر هم تا پرو مونده آورد گفت همین را بخری به خاطر خدا. تخمه بودند آنده بیگانه زیخور بود صائم روز آن مؤمن مگر. جهود نصرانی شکمشو سیر بود از خودم دیام اوجین کرده دیام. ای مسلمان از ترسی اون که من بود و باقی همراهای نوگو یکون لقمه حرام یا شبهناک نخورم بیچاره روزه گرفته بود است. این روزه دار بود است. چون نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید. وقتی نماز شام و وقتی افطار تا آمدید دیگه به طاقت شده گشته گیره. اونده کس گفتن ما از خر پرید ام شبش بین هم فردایش خرید. جوت نصرانی گفتن شکما موسی رای حولا همی زیبی سهر خرک داره ایست شرینه زفت رک دست آزد میمونیم سهر زفت رک میکنیم. گفت مؤمن نکی ما خود سیتنیم چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد خسم خود بر جان زند، هر کی خواهد
تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت شما ناحقی نکنه برادرها، این حقی سه کسای شما سیر من گشتایی با من روزدار بودم، بیای ابی سه حصه تقسیمش میکنیم، من گشته که هستم میخرم خواهی شما سیری مونه سهر کرکش کنه بخی اختیار داره. پس ورا گفتن زین حکمتگری قصدی تو این است تا تنها خری. گفتن تو مسلمان حیلگر اکی یک کوسه چی کی را داره که اورا با سه حصه تقسیمش کنه، تو میخوایی که ما اون را بیاریم بمونیم ما سیریم علمونه کشف تو قبضنی نمیشود. گفتن اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه. بیچاره زورش به یو نرسه یا دو کسن زمین پست آسمون بلند زورش اومد البته بی طاقت یک سوت کشیده ایش نخورده است اون بیچاره رفت دراز کشیده یک کنجک سراش موندن خور رفتن. پس بخفتند آن شب برخواستند بامدادان خیش را آراستند روی شستند دهان و هر یک داشت اندر ویر راه و مسلک. سر ایخو خستند هر کدومش موافق همون شریعتی خود رفتاری خود عمل کرد. یهودی خست روش شش دهنش اوگردان کرده روش طرفی بیت المقدس کرد یک چند آیه را از تورات هم جنبیده خون اومد شیشت در سری دسترخوان. نصرانی هم یک کریس کشیده اومد در پهلوش ایستاد. این مسلمان افتوای او گرفت بر رفتارت کنی یک 10-15 دقیقه پس اومد یوش دستش دورم گفتن ابا چه بیو اگر بخریم حول را گفت هولی من نو که شروع میکنم به عبادت وقتی من توزه کردم پیش پروردگار به همین بدن خلقی نگشت خیلی میستی صبر کنه که نماز بخونم. رفت در نماز ایستاد فرضی بوم داده با تجوید ترتیل خش را خوند. یه را تعجب شو گرفته است که این مرد یک سوتکه چی نخورده این مو به توقع چی دیده چه قدر ایمانی قوی دوران که یک جوش نمی جنبه نماز خونه ای را بی خیسه کوتاه نماز خلاص کرد اومد در پهلوش و شیشت کوسه در بلوی تخم موندگی اون یکی گفت تا که هر یک خوابی خیش آن چی دید او دوش گو آور به پیش. هر کی خوابش بهتری را او خورد قسم هر مفضول را افضل برد. جهود گفت که بچه‌ها یک پرسه شکم یک حساسیت میکنه بیایم پیشکر نکنیم همین خواباتون رو نقل کنه. اگر کسی شب خوابی رحمانی دیده باشه خوابی خوب دیده باشه عیشه مادرش حلال بیزار همون بخرش این طریق یکم تموسیر نمیکنه. پس جهود آورد آن چی دیده بود تا کجا شب روحی او برگردیده بود. این جهود را این سطحی ورده دستش گرفته سر کرد. بچه‌ها گفت من شب حضرت موسی را در خواب گفت در شب موسی هم آمده پیش گربه بیند دنبه اندر خواب خیش از پی موسی شدم تا کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. حضرت موسی اومد میگه دست مگرفت کوه طور بود تا سحر همین نوری رحمت پروردگار همین نوری شعای الله ذوالجلال محکم کرده بود هم من هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. همین تای غرق نور الهی بدیم در طاعت عبادت بدیم و واش طاعت عبادت کنیم در حیات شما کنیم. کوسه حقی منه این اصولی گو گفت خلاص جورا من مورم گفت زنیم بخیر. بعد از اون ترسا در آمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام من شدم با او به چهارم آسمان مسکن مأوای خورشید جهان. گفت جورا گفت این خوابی تو خوابی خوبه خوابی بزرگ اینه که خوابی زمینی است. من شب حضرت عیسی را در خواب دیدم دست مگرفت آسمانی چهارم بود اینمی تا سحر ملائکه و اچ را استوده برو زیارت کردیم خوابی تو کجا و خوابی من کجا هر دش رزوار دورن این مسلمان خواب شدگی است و گفتن جورت خواب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطانی من و چرا منم خواب دیدم. حضرت هم مثل ماه شب 14 میگه از در می خونه قادمات همه منور شید. ما مسلمان ها دروغ نمیگیم در خواب خاصتا در حق پیغمبرمون هر کسی حضرت در خواب دیده است حقیقتا دیدگیش زیرا شیطان شکل صورتی به محمد گرفته نمیتونه. حضرت میگه پیشم اومد بدورم کرد پس من رو گفت اون یکی بر طور تا با کلیم حق نرد عشق باخت اون دیگر رو عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان خونت پری گندم گفت ای خونه آباد خدای تعالی میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس شما بهترین امت هستید در تاریخ بشر. ایشان تخوم نگرن رفیق یهودی همراه حضرت موسی در کوه طور عبادت کرده است. اون نصرانی را حضرت عیسی آسمان برده استش با طاعت عبادت و ذکر مشغولن تم تخوم میکنی. خیز ای پسمانده دیده ضرر بار آن حلوای یخنی رو بخور
اخ خانواده تو روزداری برای تو هم افطار عبادت ای او در هم عبادت در ذکر دیگه در فکر خراب نیستم تو بخی آخران روزه تبوک شو ای سلیم گولی و پس مانده هین برجه و بر کاسه حلوا دیشی این خیلی که او بیقرار شدن پرید خیز جهود کاسه رای بروی تا گریدید خالی بوده حضرت شب زد استش لیسیده تا زا کرده این بوداییه همه ای آرامی و همه ای حضور قلب و حضور تورات کریم و مسئولی ایسا بیا بیاخی حضرت میگه اذا حضر العشاء و العشاء فابدأوا بالعشاء اگر طعام شام با نماز شام یکی اومد اول کمی طعام بخورید نفستون رو آرام کنید بعد نماز بخونید که در بین نماز در یادی خراب نگلته یه بیشکمش سر به حضورت به تجوید ترکیب میخونه پس ها رو گفتن آنگه ای حریص ای عجب خوندی که حلوا و خبیث ای خونه آمد گفتن که اونجا حق ما رو هم بود تو نپاسیده حق ما رو هم خوردی گفت چون فرمود آن شاهی مطاع من کیم تا که نمایم امتنا و وقتی که پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم فرمان میده من سگی جان که فرمان پیغمبر من نبرم اگر میگفت جان تفیدا کو به خدا قسم جان میدادم ولی کو بشنودم این حوله شریعه با مذهب است تو جهود از امر موسی سر کشی گر بخونه در خشی یا ناخشی تو بدبخت یهودی گفت تمام جنایاتون شما بنی اسرائیل به نام حضرت موسی سپیسد میکنه اگر حضرت موسی تو را امرت کرد اجرا نمیکنی تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیح تو نصرانی گفت نعوذ بالله حضرت عیسی را خدا میگوی پسر خدا میگوی اگر همه حضرت عیسی فرمان رو اجرا نمیکنی من زی فخری انبیا سرچون کسم و پیغمبری ما افتخاری تمام پیغمبرای الله ای خب یا حضرت این امرش اجرا شونده ای او مطعم او مطاع ای من از افتخار پیغمبران چه سر میکشم خورده هم حلوا و این دم سرخوشم گفت حضرت فرما داد خوردم بله پس رو گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به از 100 خوابی ماست با خدا قسم گفتن همین خوابی راست حقیقت دیدی جهود گفت من برای هم یک کاسه حولا شده رو سیاه کردم موسی که در کجای موسی را مثال آوردم که تو را فرد فرید کردم این خونه سوختای نصرانی ایمان در گذرون گفت با این درو عثمانی کرد بدبخت گریت عثمانش رو آورد نه که همین خوابی حقا خوابی فایدنو که تو دیدی که شنبک هم سیر شد اگر مقصد مولوی از این حلوا طاعات و عباداتی هست که برای قیامت منجم میکنه ما هیچ وقت نمیگیم که ما بنده های برگزیده خداییم ما نماز میخونیم روزه میگیریم